نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتون در عبادت الله متعال زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. با شما هستیم با ترجمه و شرح آیات دیگری از کلام الله مجید در سوره مبارکه جمعه. سوره مبارکه جمعه از سوره هایی است که در مدینه منوره نازل شده و 62مین سوره کلام الله مجید هست و همان گروهی که از نام این سوره مشخص است. سوره مبارکه جمعه مزین هست به نماز جمعه و آن نمازی که در روزهای جمعه مسلمانان برگزار می‌کنند و نام این سوره برگرفته از آیه 9 این سوره است که الله متعال درباره نماز جمعه امر می‌فرماید مؤمنان و مسلمانان رو به ادای نماز. در این سوره مبارکه می‌خوانیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. ابتدای سوره با تسبیح و حمد الله متعال است. الله متعال در ابتدای سوره می‌فرماید که در آسمان ها هر آنچه در آسمان هاست و هر آنچه در زمین است به تسبیح الله متعال مشغولند. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. الله متعال رو تسبیح میگویند هر آنچه که در آسمان هاست و هر آنچه که در زمین است. آن ذات با عظمتی که الملک القدوس العزیز الحکیم، اون ذاتی که مالک آسمان ها و زمین است و خالق آسمان ها و زمین. القدوس، آن ذاتی که پاک و منزه است از هر عیب و از هر نقص در صفات خود، در ذات خود و در افعال خود. و آن ذاتی که العزیز، عزیز است، غالب و چیره است. الله متعال برای انجام هر کاری که اراده بفرماید عاجز نخواهد ماند. عزیز به این معناست. و حکیم، ذاتی است که کار او و فعل او خالی از حکمت نیست. هر عزیزی حکیم نیست و هر حکیمی عزیز نیست، اما الله متعال عزیز حکیم است. آن ذاتی است که هم غالب و چیره است و هیچ شیئی او رو از انجام کارهایش عاجز نخواهد کرد و در کنار این قدرت و عظمت و غالبیت خود الله متعال حکیم است و می‌داند که چگونه رفتار کند و در حکمت خود هم هیچ نقصی ندارد. الله متعال در ابتدای سوره مبارکه جمعه به من و شما تذکر می‌دهد که هر آنچه که در آسمان و زمین است به تسبیح الله متعال مشغول هستند. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. الله متعال برای شما انسان‌ها هم بسیار لطف کرده است. انسان‌هایی که در آسمان‌ها و زمین تنها موجودی که به تمرد پرداخته است در میان این عالم عظیم بعد از جنها انسان‌ها هستند. الله متعال می‌فرماید لطف الله متعال به شما انقدر زیاد است که برای شما پیامبری فرستاده است. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. او ذاتی است که در بین کسانی که خواندن و نوشتن بلد نبودند. الامیین جمع امی است به معنای کسی که خواندن و نوشتن بلد نیست. کسی که خواندن و نوشتن بلد نیست ما در تعبیر عامیانه به او میگیم بی سواد. یکی از معنی ها میتونه این گونه باشه که در بین کسانی که سواد نداشتن پیامبری برگزید از میان خودشان. رسول الله علیه السلام خواندن و نوشتن بلد نبودن حتی تا آخرین لحظه حیات مبارکشان و لحظه وفات، اما
در شأن رسول الله علیه السلام که خواندن و نوشتن بلد نبودن، این به معنای آن نیست که سواد نداشتن، چرا که خواندن و نوشتن یک وسیله و ابزار است برای یاد گرفتن سواد، و اما تنها وسیله و ابزار سواد آموختن نیست. بلکه کسانی که نابینا هستند و چشم ندارن خواندن و نوشتن بلد نیستن، اما می‌بینیم که در علوم مختلف تخصص‌های مختلف دارند و دانشمندانی در علوم مختلف هم هستند. رسول الله علیه السلام خودشان از طریق وحی هر آنچه که نیاز داشتن دریافت می‌کردند و نمیشه که برای ایشان تعبیر امی رو بی سواد معنی کرد، بلکه فقط همان تحت لفظی کسی که خواندن و نوشتن بلد نبود تعبیر میشه. الله متعال میفرماید در میان جامعه‌ای که خواندن و نوشتن نمیدانستند و اکثریت آنها بی سواد بودند، من پیامبری برگزیدم از میان خودشان تا این پیامبر برای آنها یتلو علیهم آیاته. اولین وظیفه رسول الله علیه السلام را الله متعال میفرماید خواندن آیات اوست، خواندن آیات الله متعال، خواندن و تلاوت کردن آیات قرآن کریم. تلاوت قرآن کریم اولین و مهمترین وظیفه هر دعوتگری است در این امت. مهمترین وظیفه، از مهمترین کارهایی که باید انجام بشه برای تربیت یک نسل در جامعه اسلامی این هست که ابتدا اون نسل باید با قرآن کریم آشنا بشه. آیات قرآن باید برای اونها خونده بشه، آیات قرآن برای اونها تعلیم داده بشه، روخانی قرآن، قرائت قرآن، ترجمه قرآن، بفهمن قرآن رو و درک بکنن قرآن رو، تا باشد که اینها تزکیه بشن. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، بعد از اینکه قرآن رو برای اونها میخونه بعد اونها رو تزکیه میکنه. تزکیه بعد از تعلیم قرآن است، چون انسان باید اول قرآن رو یاد بگیره و بعد از اینکه قرآن رو یاد گرفت با قرآن است که انسان تزکیه میشه. تزکیه یعنی اصلاح نفس. اصلاح نفس با آن چیزی که قرآن برای ما میفرماید اتفاق خواهد افتاد و هیچ چیزی انسان رو انقدر به الله متعال نزدیک نمیکنه که کتاب الله متعال انقدر انسان رو به الله متعال نزدیک میکنه. اولین شی تلاوت قرآن است و در برای تلاوت قرآن و تعلیم قرآن و تفهیم قرآن تزکیه اتفاق میفته. بزرگترین تزکیه تلاوت قرآن است. بزرگترین ذکر و بزرگترین وسیله برای تزکیه و اصلاح و خودسازی تلاوت قرآن است. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، آیات کلام الله رو، آیات قرآن مجید رو برای آنها میخواند و بر این وسیله آنها رو تزکیه میکند. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و با آنها میآموزد، آموزه های قرآن کریم رو یاد میدهد و همچنین سنت خود رو. و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین، ولو آنکه اینها قبل از این در گمراهی آشکاری به سر میبردند. وقتی که قرآن در میدانی داخل شد، وقتی که قرآن آمد، نور قرآن کریم ضلالت و گمراهی رو از بین خواهد برد. رسول الله علیه السلام را الله متعال میفرماید من فرستادم برای امتی که خواندن و نوشتن بلد نبودن و اولین کلمه‌ای که الله متعال به این امت فرمود اقرا، بخوان. تعلیم و تعلم بسیار از اهمیت والایی برخوردار است در این دین، البته به شرط آنکه تعلیم و تعلمی باشد که انسان رو به الله متعال برساند. مهمترین تعلیم و تعلم قرآن کریم است. قرآن کریم تا انسان راه خود رو یاد بگیره، تا برنامه زندگی خود رو بفهمه. الله متعال میفهمد این پیامبر رو فرستادم تا قرآن رو برای اونها بخواند و تزکیه کند و کتاب و حکمت به آنها بیاموزد. و آخرین منهم لما یلحقوا بهم، و همچنین این پیامبر رو فرستادم به سوی گروهی دیگر غیر از اینها، غیر از اون کسایی که در زمان رسول الله علیه السلام بودم، زمانهای دیگری هم، امتهای دیگر بعد از تاریخ رسول الله علیه السلام تا قیام قیامت همه در این آیه داخلن. و آخرین منهم لما یلحقوا بهم، و کسان دیگری از انسانها که هنوز ملحق نشده بودند، ملحق نشدند به آنها. و هو العزیز الحکیم، بار دیگر الله متعال عزت و حکمت خود رو به ما یادآوری می‌فرماید. این تعبیر بارها و بارها در قرآن کریم تکرار شده، العزیز الحکیم، تا من تویی که بر الله متعال باورمندیم هرگز شک نکنیم در توانایی الله متعال، هرگز اعتراض نکنیم به خواسته الله متعال، تا راضی باشیم با آنچه الله متعال برای من و توی مخاطب رقم زده که او حکیم است. حکیم، فعل حکیم خالی از حکمت نیست. الله متعال آنچه را که به خیر من و تو است برای من و تو تقدیر میکنه و الله متعال اگر شیئی رو به تأخیر انداخته، اگر دعای تو رو به تأخیر انداخته، اگر طلبی کردی در جا قبول نکرده، حتما در ورای این تأخیر
الله متعال در استجابت دعای تو یک حکمتی نهفته است. حتما الله تعالی چیزی میداند که من و تو نمیدانیم. و هو یعلم و انتم لا تعلمون والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله متعال میداند و شما نمیدانید. الله متعال عزیز است و هیچ شیئی او را عاجز نمیکنه از آنچه که بخواهد انجام بدهد، اما حکیم است. حکمت انسان رو در نظر میگیره و خیر او رو در نظر میگیره و صلاح او رو در نظر میگیره و هر وقت که احساس بکنه و نیاز ببینه که برای این بنده من الان مناسب است، در اون زمان حاجت او رو برآورده خواهد کرد. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. این فضل الله تعالی است که به هر کسی که بخواهد میبخشد. رسالت خود رو، دین خود رو، قرآن خود رو، هدایت خود رو، این فضل الله تعالی است. این کسی که الله متعال او رو هدایت میکنه به سوی دین خودش، به او قرآن یاد میده، به او سنت یاد میده، او رو در مسیر ایمان راهنمون میکنه، این فضل اون شخص نیست، این از هنر اون شخص نیست. همه اینها منت الله متعال است و فضل الله متعال است بر بنده‌ای که او رو در این مسیر قرار داده. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. و الله متعال صاحب فضل عظیمی است. فضل الله متعال بسیار بیشمار است. اگر به کسی نعمتی میدهد از هنر او نیست، بلکه فضل الهی است و باید قدردان این نعمت و قدردان این فضل الهی باشه و این نعمت رو در مسیری استفاده بکنه که الله متعال راضی خواهد شد. این گونه نشه که الله متعال به اون نعمت بدهد، الله متعال او رو هدایت بکنه، الله متعال او رو در مسیر هدایت قرار بده، اما این شخص در مسیر دیگری قرار بگیره، قرآن کریم رو بخونه، بفهمه، به او گفته بشه، اما به او عمل نکنه، که این موقع حکایت بسیار سنگین خواهد بود. چرا که قبل از قرآن کریم کسانی بودند که به اونها کتاب داده شد، الله متعال بر اونها فضل و انعام کرد، اما در مقابل فضل و انعام الله متعال ناسپاسی و ناشکری کردند، قدر نعمت را ندانستند. الله متعال اونها رو مثال و تشبیه بسیار سختی می‌فرماید. مثل الذین حملوا التوراة، مثال کسانی که قبل از قرآن کریم با آنها تورات داده شد، و حملوا التوراة بلغوا التوراة، یعنی بلغوا التوراة، به اونها ابلاغ گردید تورات برای اونها خونده شد، تورات برای اونها فهمونده شد، وظیفه نشر و پخش مفاهیم تورات به آنها سپرده شد، اونها باید این کار رو میکردن، اما چه کار کردن؟ ثم لم یحملوها، اما آنها لم یطبقوها، آنها نیامدن و تطبیق ندادن قرآن کریم رو، آنها نیامدن و تطبیق ندادن کلام الله متعال تورات رو، آنگونه‌ای که باید در میدان عمل به تورات عمل بکنن این کار رو نکردن. کسانی که تورات به اونها داده شد اما تورات رو عمل نکردند، فهمیدند، خواندند اما عمل نکردند و در میدان عمل به او پایبند نبودند، الله متعال می‌فرماید مثال اینها کمثل الحمار یحمل اسفارا، به مانند الاغی است، به مانند درازگوشی است که بر روی او کتاب‌های حمل بکنن، این کتاب‌ها رو با خودش میبره، همه جا باهاش هستن، اما چه استفاده میکنه این حیوان از کتاب‌هایی که بر روی اوست؟ مثال بسیار سختی است. از سخت‌ترین مثال‌هایی که در قرآن کریم ذکر شده، مثال کسی است که کتاب الهی به او داده میشه اما به او عمل نمیکنه. این مثال تن انسان رو میلرزونه. به این خوشحال نباش که فقط قرآن خواندن بلدی، به این خوشحال نباش که فقط کلام الله متعال رو حفظ کردی، حتی تا وقتی که به او عمل نکنی. اگر حفظ کردی و عمل میکنی، اگر تلاوت میکنی و عمل میکنی، اگر فهمیدی و عمل میکنی، خوشا به حالت. اما اگر قرآن کریم رو تلاوت میکنی، فهمیدی و حفظ کردی اما عمل نمیکنی، اون موقع حکایت سخت خواهد بود. اون موقع کمثل الحمار یحمل اسفارا، به مانند حیوانی درازگوشی الاغی که کتاب‌های رو حمل میکنه. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآیات الله، بسیار بد است مثال کسانی که تکذیب کردن آیات الله متعال رو در میدان عمل نکردن، پذیرفتن اما عمل نکردن، اما در زندگی اونها مشاهده نمیشه. تنها این کافی نیست که قرآن بخوانیم، قرآن رو باید زندگی کرد، قرآن رو باید عمل کرد، قرآن رو باید در زندگی آورد و تطبیق کرد، قرآن رو باید سرلوحه زندگی قرار داد، قرآن رو باید زندگی کرد، باید با قرآن زیست، باید با قرآن
زندگی کرد. باید مانند رسول الله علیه السلام یک قرآن متحرک بود. قرآن علم رسول الله علیه السلام بود و رسول الله علیه السلام نمونه عملی قرآن کریم. کان خلقه القرآن. وقتی ام المؤمنین عایشه درباره رسول الله علیه السلام توصیف می‌فرمایند، فرمودند خلق او، رفتار و شخصیت او قرآن بود. قرآن رو میشد در وجود این انسان دید. این گونه باید باشیم تا مورد پذیرش قرار بگیریم، وگرنه اون موقع مثال سختی خواهد بود. والله لا یهدی القوم الظالمین. الله متعال قومی که ظلم میکنن در حق کتاب الهی، در حق تعلیمات الهی، اونها رو هدایت نخواهد کرد، خوشبخت و سعادتمند نخواهد ساخت، اونها رو به مسیر جنت و رضایت خود رهنمون نخواهد ساخت. این مثال سختی است. وقتی مثال تورات که در درجه و مقام از قرآن پایین تر از این است، مثال قرآن کریم برای کسانی که به او عمل نمی کنند سخت‌تر از این است. مثال کسانی که به قرآن کریم عمل نمی کنند، کسانی که می خوانند و عمل نمی کنند، این حکایت سختی است. لما تقولون ما لا تفعلون. چرا چیزی می گویید که عمل نمی کنید؟ تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب. آیا شما دیگران را به کار خیر دعوت می کنید و خود را فراموش نمودید در حالی که کتاب را تلاوت می کنید؟ این کار بسیار سختی است. الله متعال ملامت کرد قوم یهود رو به خاطر آنکه تورات رو یاد گرفتن اما عمل نکردن، و اگر امت اسلام به قرآن عمل نکنه مثال اونها سخت‌تر از مثال یهود خواهد بود. که مثل الحمار یحمل اسفارا. باز الله متعال یهود رو، صفتی دیگری از یهودیان رو مذمت کرد تا مسلمان ها هم متوجه خود باشند که این صفت اگر در زندگی آنها آمد، آنها هم مذمت خواهند شد. قل یا ایها الذین هادو. بگو ای یهودیان، ان زعمتم، اگر گمان میکنید، انکم اولیاء لله من دون الناس، اگر شما فکر میکنید که فقط شما محبوب الله متعال هستید و نه دیگر مردم ها، اگر واقعا این گونه است، این ادعا رو دارید. این ادعا رو یهودیان داشتن، میگفتن نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان الله متعال و ما دوستان صمیمی الله متعال هستیم. و میگفتن لا يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. هرگز کسی وارد جنت نخواهد شد مگر اینکه اهل مسیحیت و یا اهل یهودیت باشه. اینها همچین تصوری داشتن، خود رو اولیای الله متعال و ملت خاص الله متعال میدانستند. و تا به امروز هم قوم یهود خود رو شعب الله المختار می نامند. یعنی گویی که الله متعال اینها رو برگزیده از بین همه انسانهای روی زمین و دیگران رو خدمتکار و نوکر و خادم خود می دانند. این عقیده یهود است نسبت به دیگر انسانها، و می بینیم که حتی اجازه نمیدن که کسی یهودی بشه و تعصب خاصی در قوم یهود دارن، در قوم بنی اسرائیل دارن. الله متعال فرمود اگر این گونه است که شما واقعا اولیای الله متعال هستید، کسی که کسی رو دوست داشته باشه مشتاق دیدار اوست و خوشحال میشه وقتی که به او بگوین وصال نزدیک است، وعده دیدار فرا رسیده است. پس حالا که این گونه است، شما که اولیای الله متعال و دوستان و احباب الله متعال هستین، اگر این گونه است فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر شما واقعا در این ادعای خود راستگو هستید، آرزوی مرگ کنید تا به ملاقات الله متعال برید. از این آیه یک نکته لطیفی برداشت میشه و آن این است که اگر میخوای بدونی توی مسلمان، اگر میخواهی که مطمئن بشی دوستدار الله متعال هستی یا نیستی، الله متعال رو واقعا دوست داری، از مرگ نباید بترسی. چرا که مرگ تو رو به الله میرساند، مرگ تو رو به الله متعال وصل میکنه. و اگر میترسی از مرگ، پس در ادعای خود تجدید نظر کن. کجای ادعای تو میلنگد؟ در ادعای خود صادق باش، مرد عمل باش، فقط ادعا نکن، عمل کن و با تمام وجود الله متعال رو دوست داشته باش و عمل کن به شرط محبت الله تعالی که فرمود قل ان کنتم تحبون الله. ای پیامبر من بگو به هر کسی که ادعای محبت من را دارد،
ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر الله متعال رو دوست دارید، الله متعال برای اثبات محبت خود شرطی گذاشته است، فاتبعونی، از من پیامبر اطاعت کنید، پیرو الله، پیرو رسول الله علیه الصلاه و السلام و دستوراتش باش و الله متعال، تا از مرگ نترسی و آن موقع ثابت میشه که از اولیای الله متعال هستی. الله متعال به یهود فرمود که اگر شما واقعا اولیای الله متعال هستید آرزوی مرگ کنید، ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم، و هرگز الله متعال فرمود اینها آرزوی مرگ نخواهند کرد. چرا؟ چون میدانند که چی پیش فرستادند و میترسند از آن چه پیش فرستادند. والله علیم بالظالمین، الله متعال به حال این ظالمان آگاه است. و در سوره بقره فرمود ولا تجدنهم احرص الناس على حیاة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. هر یکی از اینها دوست داره تا 1000 سال عمر کند بلکه از عذاب الهی در امان بماند، و اگر 1000 سال هم عمر کند باز هم از عذاب الهی در امان نخواهند ماند. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیکم، بگو آن مرگی که از او می‌گریزید او شما را در خواهد یافت و با شما ملاقات خواهد کرد. بگو آن مرگی که از او می‌هراسید روزی شما را درک خواهد کرد. خطاب این آیه به همه است، همه انسان‌های روی زمین. ای انسان فراموش نکن حقیقتی پیش روی توست به نام مرگ، که رو دوست نداری، میترسی و میگریزی از مرگ. قل ان الموت الذي تفرون منه، تعبیر عجیبی است. اون مرگی که از اون میگریزید، ما از مرگ فرار میکنیم. انسان از چی فرار میکنه؟ از شیئی که پشت سر اوست. انسان همیشه از شیئی فرار میکنه که پشت سر اوست. ما گمان میکنیم مرگ پشت سر ماست و پشت سر ما تعقیب میکنه و از اون میگریزیم، اما الله متعال میفهمد فانه ملاقیکم، او شما رو ملاقات خواهد کرد. ملاقات رو به روی انسان اتفاق میفته. ما از شیئی میگریزیم، فرار میکنیم که پشت سر ماست. الله متعال میفهمد از شیئی فرار میکنید که گمان میکنید پشت سر شماست. شما فرار میکنید گویی از او، اما در حقیقت به سمت او دارید میرید، چون اون از روبروی شما میاد و شما رو در خواهد یافت. ما هر چقدر که جلوتر میریم یک قدم به مرگ نزدیکتر میشیم. هر روزی که از عمر من و تو کم میشه یک روز به مرگ نزدیکتر میشیم و هرچی بزرگتر میشیم در حقیقت کوچکتر میشیم، چون فرصت عمر ما کمتر میشه. و مرگ حقیقتی است که هیچ گریزی از اون نیست. پایان این دنیاست و پایان حکایت، و هیچ خبر هم نمیکنه که کی به سراغ من و تو خواهد آمد. مرگ بی خبر به سراغ من و تو خواهد آمد. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، هیچ نفسی نمیداند که فردا چه اتفاقی برای او خواهد افتاد. و ما تدری نفس بأی ارض تموت، و هیچ نفسی نمیداند که در کدام سرزمین خواهد مرد. شاید فردا، شاید امروز آخرین روز حیات من و توست، و یا شاید امشب پایان این شب، آغاز روز دیگری در دنیای دیگر برای من و توست. به همین خاطر باید همیشه آماده بود. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیکم. وقتی که راه گریزی نیست و فراری نیست از مرگ و او ما را در خواهد یافت، پس باید آمادگی گرفت. هر لحظه احتمال ملاقات او هست. ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده، سپس به پیش ذاتی که عالم غیب، پنهان و آشکار شماست باز میگردید. فینبئکم بما کنتم تعملون، پس شما رو آگاه میکنه از هر آنچه که شما انجام داده اید. الله متعال کارنامه اعمال شما را پیش شما خواهد گذاشت. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. این آیه گفته میشه که آخرین آیه است که بر رسول الله علیه السلام نازل شد. آیه 281 سوره مبارکه بقره. بترسید از آن روزی که به پیش الله متعال باز میگردید و با او ملاقات میکنید. آمادگی بگیر برای این روز، هر کی میخوایی باش. هیچ، نه فرزند، نه پدر و مادر، نه خواهر و برادر، نه ثروت، نه پست و مقام، نه مدرک، نه تحصیلات، هیچ کدام از اینها به درد من و تو نخواهد خورد. همه اینها رو ترک میکنی و تنها با کفنی در قبر قرار خواهی گرفت. حال که این گونه است آمادگی بگیر، حال که این گونه است فراموش نکن. فرصتهای خودت رو غنیمت بشمار، روزها و لحظات و عبادتها رو، من جمله روز جمعه رو. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، وقتی روز جمعه برای نماز و برای نماز جمعه
از آن داده می شود. فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، آمادگی بگیرید برای نماز جمعه و عبادت و معاملات خود رو ترک کنید. هر کاری دارید کنار بگذارید و آماده بشید برای نماز جمعه. ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما بهتر است اگر میدانید. نماز جمعه، چون مسلمانان جمع میشن، نامش جمعه گذاشته شده، مسلمانان جمع میشن در جایی. نماز جمعه یکی از شاهکارهای اسلامی است. نقش بسیار مهمی نماز جمعه در تربیت امت اسلامی داره. مسلمانان هر هفته باید در مساجد جمع بشن و گوش بکنن خطبه و سخنرانی رو درباره دینشان یاد بگیرن. نماز جمعه برکت داره. نماز جمعه سبب میشه مسلمان ها به هم نزدیک بشن، از حال هم خبر بشن، دوستی ها بیشتر میشه، نظافت رعایت میشه و عبادت میشه و اونجا یاد میگیرن و دستورات دینشون رو میشنون و تعلیم میبینن و حکمت های فراوانی در اون نهفته است. فاذا قضیت الصلاة، وقتی نماز به پایان رسید، فانتشروا فی الارض، منتشر بشید در زمین الله متعال، و ابتغوا من فضل الله، از فضل الله متعال بطلبید فضل او رو و درخواست بکنید رزق حلال، و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، و الله متعال رو بسیار یاد کنید تا باشد که رستگار بشید. رستگاری انسان بستگی داره به مقدار ذکر او به الله متعال. هرچی بیشتر الله متعال رو یاد بکنه در زندگی خود، همینقدر رستگارتر است. و الله متعال، ذکر الله متعال، ذکر شدن کلمه ذکر، یاد ذکر الله متعال بعد از فضل الله متعال نشان این است که هر چقدر ذکر الله متعال در زندگی تو و یاد الله متعال بیشتر باشه، فضل او در زندگی تو بیشتر است. با توکل به الله تعالی و یاد الله متعال برای کسب رزق و روزی حلال خارج شو و این رو فراموش نکن که هر آنچه که انجام میدی پیش الله متعال است. نمازهای خود رو به خاطر دنیا ترک نکن. اون نمازی رو که به خاطر دنیا ترک میکنی، تو جای نماز اگه عجله میکنی و میگریزی و زودتر میری که دکان تو باز بکنی، اون دکان تو و مال تو و تجارت تو اختیارش به دست اون کسی است که از پیش او زود خارج میشی در نماز. فراموش نکن که عالم اختیارش به دست صاحب نماز توست، به دست الله متعال، و او برای تو برکت خواهد آورد در زندگی تو وقتی نماز تو مرتب باشد. و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما، برخی وقتی تجارتی میبینن یا سرگرمی میبینن در وقت نماز جمعه، تو رو ای خطیب نماز جمعه ترک میکنند، ای کسی که معلم اونها هستی و با اونها رسالتت رو میرسانی و دعوت رو میرسانی و میرند و مشغول میشن. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، بگو آنچه نزد الله تعالی برای شما ذخیره شده از سرگرمی هایی که نماز جمعه رو به خاطرش ترک میکنید، از اون تجارتی که به خاطرش نماز جمعه رو ترک میکنید، برای شما بهتر است. الله متعال برای شما وعده داده نشه که به خاطر سرگرمی و تفریح و بیرون رفتن و یا به خاطر تجارتت نماز جمعه خودت رو ترک بکنی، که الله تعالی نزد خود برای تو سرگرمی های زیباتر، لذت های بهتر، رونق تجارتی بیشتر رو در نظر گرفته تا وقتی تو نماز خودت رو به خاطر اینها ترک نمی کنی. والله خیر الرازقین، بهترین رازق الله تعالی است. در پایان این سوره الله متعال میفهمد بهترین رازق الله متعال است. نماز جمعه، سوره جمعه با این تعبیر تمام میشه، والله خیر الرازقین، بهترین رازق الله تعالی است. این رو یقین داشته باش که رزق و روزی به دست الله تعالی است، نه دست بندگان، نه دست تجارت تو، نه دست معامله تو. نشه که به خاطر ترس رزق و روزی خودت نمازت رو ترک بکنی، چون والله خیر الرازقین. این صحبت خیلی عجیب است. این رو همیشه آویزه گوشمون بکنیم که در جمعه ها والله خیر الرازقین، بهترین رازق الله متعال است. در همه نمازها خیر الرازقین الله متعال است. نشه که به خاطر ترس رزق خود عبادتمون رو ترک بکنیم و نمازمون رو، چرا که الله متعال فرموده تو نمازت رو بخون، من رزق و روزی تو رو ضمانت میکنم و برکت میدم. و اگر انسان به خاطر رزق و روزی عبادت رو ترک کرد، هیچ کسی رو ملامت نکنه جز خودش. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه بیننده این برنامه بودید. در برنامه‌های بعد ان شاء الله ادامه خواهیم داد سوره های دیگری از کلام الله مجید رو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني